13 گونه مختلف سمور در طبیعت وجود دارد. آنها در هر قاره‌ای به جز استرالیا و قطب جنوب یافت می‌شوند. سمورها برای حفظ این وزن باید هر روز 25% از وزن بدن خود را غذا بخورند. به دلیل وزن بالا باید حدود 60% از زمان خود را صرف شکار کنند. بنابراین آنها تمایل دارند شکارچیانی حریص و کارآمد باشند و طعمه‌های آهسته و آسان را برای گرفتن ترجیح می‌دهند. خانواده سمورها می‌توانند بسیار بزرگ باشند. برخی از آنها تا 20 عضو دارند و معمولاً با هم شکار می‌کنند. در طبیعت بیشتر گونه‌های سمورها از ماهی‌ها و سخت‌پوستان تغذیه می‌کنند، اما آنها می‌توانند حتی به حیوانات بسیار بزرگتر از خودشان حمله کنند. درست مانند این مورد که سمور تنها در حال حمله به یک حیوان بزرگ در رودخانه دیده می‌شود. او به طریق مختلف سعی کرد فرار کند، اما در نهایت شکار شد. این تصاویر باور نکردنی لحظه حمله سمور دریایی به یک لاک‌پشت غول‌پیکر را نشان می‌دهد. لاک‌پشت سعی می‌کند از هر طریقی فرار کند، اما موفق نمی‌شود. سمور کم کم لاک‌پشت را در رودخانه می‌کشد. پس از نبردی بیش از 40 دقیقه موفق به کشتن لاک‌پشت می‌شود. لاک‌پشت با وجود اینکه سنگین‌تر از سمور بود، نتوانست از حملات ویرانگر این شکارچی گرسنه جان سالم به در ببرد.